چه کنم این گو گورونی ما همگی بمون این به یک نفر آدم من اینا رو بالا کشم حالا چی رقم کنم برار مرم تو سگو که هر چه زنگ میزنم یا جواب نمیده یا مصروف میکنه چه کنم خودی اسی برار خواهم برار من کاش که بتونستی که اینا رو بالا کشیدی به خاکی لالا لالا ها زنگ دادین گفتیم بیا یک با تو کار دارم آخه برار خور بگردم بله سیکو بله. یک نفر پیدا کو که اینا رو ما بدیم به زو بیا به اجاره یا به روز مزدوری اینا رو بالا کشه آخه گو گورینی ما همگی بومو راست میگی آخه وقت که اشتکار مونه آخه من نمیتونم که اینجا بیام خورم مشغول کنم اینا مال یک روز کار داره من یک روز به گورینی برسم کم زمینا کو گورنده میشه راست میگیم لالا باشه لالا شما وقت اینکه 10 دقیقه بسته که من میرم نفری پیدا میکنم یه خود ما و شما بالا کنیم پول کار هم ما و شما خرج کنیم نمیشه لالا آخه گورینی خود چه کار کنم با اونا رو باید کارگر بگیرم که بیا زمینا مار گورونه لالا رو چند گپ زنم لالا سکو ما با تو یک چیزی میگم همین گل یک دیوانه کو بدیدی ندیدی بیکار هم هستم ماله اعمال به روز 20 روپیه ندی به خاطر شکم خمیه کار میکنه روز 20 روپیه به بده بگو دو وقت خرج تو را میدم باور بکو یه سر خورم میشکنه لالا گلک برو رباس ها دیگه لالا او گردنم بند باشه نیه به 5 روپیه از این جگو تا به شهر لس آنجلس میره و میایه همه یک پنجی بری و بدی بس نه عقل کمال از اون نمیکشه با او من نگون گردنم بند او برارای به خرج پیش مارایی میکنم اینا را من به سر بالا میکشم هم برچه خوب لالا شما دل جمع باشه تو ازی میگی او روز همون زما تابخچر بدیدی که من باید بدم درختار باور بکو به یک 20 دادم اونا رو همه قلم کرده بود راست میگی از صبح تا بامشون همونجا کلاونگ بود چهار تنبری برفتم قلوتروش آوردم گفتم قلوتروش نون خشک خورده بود قلوتروش هم نخورده بود عقل کمال نمیکشه و عقل با خدا به شکم خامال میاد تو بگو من خرج تو میدم بری بگو شوروا تو پخته میکنه سکو میای مفت تو کار میکنه لالا اینا ریشته بالا کشه بیچاره یاد داره او بابا یعنی فکر اینا خیلی کار نداره لالا اینا رو بگم همه بیای بالا کش به ملواکو که میبریم به سرا خب دیگه پس اینا بالا کش اینجا جا میشه ای چا تو سگو چند متر کنده شما یک کار کنی تختی بری این ملوا بیاری من میرم گیلاک خودی خر فرقونی بر میدارم از سرا بیارم من میرم برات ملوا میرم خوبه زودی بیای لالا دیگه دیر نکنی تاشو آخی علی علاج داده میگم با سیستمی جنجون خیلیتی شگو فضل خودش چی چی گفت پایه خیلی شگو عباس ماستون بیام به در سرا پیش گیلک خب حلالی طول بدیدون تو برو به گیلک بگو گیلک جو میگه بگو وقتی بیا به سر چاکجیری نامری تو روز موزی میدون قراری کردم پوخار اتا چا بیرو کو که ما به ملوا کنه ور داره ببره به سرا خوب کار داره یعنی هرچی که بگه دو وعده خرجی را میدون صبح و چاش که یه جویت گپی هست خوب برو من گیلک پول روز موزی یک دست ندی همه خرج میکنه امو اگه پوخا کم خیلی هر چی هست اجاره بری بده هر چی هم کار کرد پوله باید دست خود نه کسیه خوبه ابا چو هر رقمی تو راحتی برو گیلک ریکو که بیای من میرم خونه خود گپ میزنم جاوره میکنم جو بیاد شروع میکنه به کار خود خیلی بینه که جو کنم بیای دیگه خیلی بینه بیاز برو من گیلک بیکارم بیدک یه جو هم گیلک دیگه غیر از امیت کارا دیگه کاری ساخته نیه چیزی بدبخته ایخن کرده اردم شهید شکم گوشنی به شکم خونو تا روده داره یک رودی هم سیر نی یک گوشنگی آی حالا دختر تو رمایم چی میگی ها دلارم چرا بم خیش و غم خونه میگی آی در بگیری آی مگوبم خیش و غم خوب و گفتم تو را به من میدم تو چی میگی
میکنه میشاکی بربر میکنه دل یاد دلبر میکنه بگذار بنالم سبزمه تا کی بنالم سبزمه به کوچه نرو که خار داره ببین مریم پیرن گلدار داره وی وقتی میرسه دستو بگردن وای به مکه میرسه صد نازو داره ای بورا جو کاکا عباس ایلا باز شربتی میخونی میگم بله یک کاری تو پیدا شده خب فهمیدی؟ خب کجی رو ما زنگ زد خب گفت عباس گفتم من گفت کجایی گفتم بازار گفت گیلک رو تو بیکار گفتم ها گفت همینجا تا پشت سرم که چای پشت سر اینا چای بدیدی تا چا گفتم کلا پوخه داره گفت گیلک غلای کردی که کمینا بودم برای به اجاره که این پوخه را تا چا بالا کش خب انا وقتی برو بفهمید پیش کجی خودی گپ زیاده کلا که بگم گفت چند دیگه اجاره میدیم پوخه همه تا چا بالا کش وقتی بیکاریه خب ای که ما با تاشم به تاچو ایستادم بیعقل نادان نافهمی بدی که پوخار ببرده به تاچو چا پوشیده دیگه چطور پیشیده چا بوتنیه که وقتی که تاچو اینا پوخا درو کردن یا چینگک میده به دست تو یک دفعه پوخا هم بالا کرد تو میگه دیگه راه نشون میده بگو تو به تاچو نمیندازه که تاچو اندازه چند نمیده پول خودی گپ زدی میگه خرج چاش چی خرج چاش تو هم میده بفهمید سکو گوش کنی که ارزون ور نداری با خوبه باز زحمت میگه شاید پول بگی وقتی برو برو وقتی وقتی بیکاری هم هست وقتی خب میرم وقتی کاخ را وقت کو بگو میرم جلو میدیدی چیشته میدیدی ایتی میدیدی من میگفتی بگی من تو گیلک نمیبینم میبینی میگفتی گیلک بگیری دایی نیستی آها اینجای بخرج خرج ما یک شد پول میدن گیلک و پولات کارگیری خوری چو خرج نکن اما تا هر چی داد طولی بیه نه دست تو یا دست ننه که در گلک من دادم با من جمع کنم من رزباتار من شد آمدم بیستی بیشتر دایی لوکاز من گوشنه شد یک کیک سفر یک میرو خوب خرد خوب کجا مزین شد خب میشه با گوشنه شد اگه نماز دگرا چیز کن با هست تو باشه که کسی بعد چیزی باید یا با تو پول کم نده بفهمیدی خوبه من قبل بزنم که پویا بده دست لالم عباس آفرین وقت بود درسته خوبه رخت کار خورم وقت بکن مونده نمیشم خیلی گیره جو زنی خود سبو کرده برو چند خره نمیفهم گفتک تا چه برو نگاه خودم گپ بزن خوبه اما هرچی نباشه یک پنسیلی که به دست تو میدانم است دیگه 500 دیگه برو از تو چیری باید نیه برو 500 هم خوبه خوبه برو تو کارو پیدا میشه بلکن بری سر دستی تو را با دست بگیرم گلو و دل دارم کمه تو ای جمع گلشتنی جنگیری رفته چیال داری اول داری خوبی خیلیاتی شکر زنده بشی جمع گل چه کار میکنی رفیق بیکاری کار داری فعلا که بیکارم چره خود تیاره الهی شکر جمع گل سکو رفیق بگو من میته شاید یک روز الا دو روز کمک کاری داشته باشون خوب پوخای و تا چای منو بیا رفیق بالا کشد و تو سیری پیم این دومه منو بیا رفیق بالا کشد چنده؟ سیری پیم تو گنسی بابا من سیری گنج که من تا چه همه پیخار بالا کشم به سیری بیه اونی گیلک بالا نمیکشی تو بیعقلی کجی تو بابا گیلک گردن من بیامد برای عباس گفتم برو گیلک کنه که بیام این پوخار بالا کشه گفت خوبه خو گیلک بیامد داری گفتم سیری پیم تو میدون خرج تو هم میدون گو خود هم یاد دیگه کار کرد رو خوب بگیری ما نه گیلک می با هم مقایسه کنی گیلک کسی که مرسه کو او مرتکه ساده او به سیری که تا به لندن هم باید میره خوب حالی تو چندی بیاد لندن میری من نمیرم با لندن خوب که جیرجو با تاچو های گفتی اونا رو بالا کش با تاچو سایکو همار بالا کش من به تو بگم هفته ریپیه 60 ریپیه میدون خوبه دو برا برگی لب به تو بده پول چیه؟ تو
گانسی کاکا سعی کن من چی میگم به تو آخری چند نمیدی آخری رو هم که ما و تو رفیقیم همسایه ایم به می دی خود بودین کلون شدی 100 میدون بیام پوخار بالا کشد من به تو چی نمیگم هم 1000 بده میام همر بالا میکشم به اجاره همگی شما گل مسی بری برای گوسفندا خو آه برو کلی گندی اون نگاه که 1000 بدی تو علی حجری به تلویزیون بدیدی یا 10 ماهینه بدیدی 1000 دیگه کله گنده فقط یک که تو دیدی امالی سر کلی تو به 60 روپیه نمیارده ما به تو 1000 روپیه بدو سر کله تو به 25 روپیه میارزه برو نمیدی به 1000 بابا اجاره ما مثل تو امالی 10 تا نوکر مدی برو آرجو صحیحه قبوله آه. به 1000 به اجاره میدی یا نه نه برو نه برو برو تو برو 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 گوسفندا خو برو کاربر به تو هم پیدا میشه کارم به من پیدا برو تو خوبه بری همون مرغا خوبه مستقا خوبه ببین جنگی دیگه به درد هیچ کاری نمیدونی جمع کن نمیخوری برو وقت تنی تو تنی شطور عقل تو برا بر نخود خوراکیه خاک برنگ تو وطنی من پنشیر وطنی من ایراد وطنی من نمیدونی اشتری جنگی خریاتی خیری نمیدون برو میسته چرخواه که برک نداره به یک سلیتر میته یک سره میره تا میته میگی و میری نمیدون براد از این گپا نگن رفیق میسی که شکم برار تو جمع گل هم سیر شده آه شکر فضل آه خدا پیتی به هوای خانی چره؟ بگی بریو گفتون جمع گل گفتگو گفتون بیا همیت پوخای قراری که ده چو بالا کشد ایلا که بیا اردیم گفتگ من نمیتونم تو بیا اینار بالا کش بی تو بی 30 روپیه روزی میدون گفتگ نه چندی جمع گل 1000 روپیه تو برو کاکا برای کار خو برای گفتن 1000 روپیه گفت آه گفتن نه گفتم اینا لکه 1000 روپیه بالا خب همین تا چیز تا همین آفرین چا سابقه شما ولی آفرین نمی کو مال به اندازی یک فکر کو به اندازی هم 10 متر کوکنده نیه برابر شد 10 تا مازدای پوخه داشته باشه خب 10 تا مازدا پوخه داشته باشه اونا رو برتگاه از 1000 روپیه کمتر 1000 روپیه به شما بگفته خوب گفته شما برات مال مفت میگرده میفهمید اون مطالبش نمیگه برای خر مرده میگه که نال رو کنه تا مثل گیلا که مت آدم سعودی برو پیدا کن بیاد که تو به 30 روپیه بالا کشونا ما عادی گفتیم سه کور رو بزن جو برار همه حال خود ما و تونی ما طور میشناسون تو مر میشناسی زندگی شما به ما معلومه زندگی ما به شما معلومه هم شما که هستیم شکم شما فامیل با قرمی لوش خربزه سیمیه 30 روپیه رو که ما به شما میدم اثر شما اضافه دیگه با این چیه که شما پوش خوب هوا میکنی به 30 روپیه کار نمیکنی هم شکم شما که به قرمی لوش خربزه سیره تشکر باشه هم شکم شما که به قرمی لوش خدا را شکر خربزه دم سیره شما چرا سر کیسی خلوان نمیکنی یک کارگر چتا کال دی نمیگیرین که پوخال شما بالا کشه و امالی جمع گل امالی بدنی سی کنی بدن فیل کلونتر اصلا من تو یک چیز دیگه بگم جمع گل مثل تو برار تو نورالله کال بفهمیدی 10 تا کارگر مثل دست خدا رو داشته که من برار اینو من خود خور بگم بفهمیدی بگه چیزی که عیانه چی حاجت به بیانه گردن تو بند باشه آخرین دفعه که میشال سرشونه خور بیشوش دیکی بود رمزون گردن تو به این دنیا و به اون دنیا بند باشه که پیش بریشه ببین خوارم بشوش به او خیلی به او خیلی به او دو شما طایفه که هستین سرکله خور همه میته به او خیلی میشوریم شمپو نمیزنیم بفهمیدی شما به دو میشوری خبر ندارم سر شما سفید شد بسی با ماسودوخ کلا خب سیه مردم دیرم برو پرسان کلا جماعت بسی ماسودوخ استفاده کرده برو کاکا ولد تو برو بده بده گپ لعب و گپ مفتی لبیله تو برار کال تو خالی آتانه برو سیه برو تو برو ما تو کار ندارم چه بیشه پشتاک بیشه تو مال کش کده تو بابا من کلا کوخته میدی بده عادی داره دنیا شما طایفه گدا چی باید خودی خوب ببری عقل کمال تو راست میگی اگه عقل کمال من ببری گردن من شمار به جا حالا با چی بگم به کل لگنده